بسم الله الرحمن الرحیم. میثم صمدی هستم، مدرس ریاضیات کنکور با تدریس مبحثی درس ریاضی در خدمت شما. موضوعی که امروز قرار با هم بررسیش کنیم پیدا کردن ضابطه سهمی از روی نموداره. بچه‌ها یه نمودار تابع درجه 2 یا اصطلاحاً یه نمودار سهمی به ما میده، یه سری از مشخصات و اعداد داخل نمودار رو به ما میده و از ما ضابطه نمودار رو میخواد. خب برای نوشتن ضابطه من اومدم دسته‌بندی کردم، گفتم اگه مثلا 2 تا ریشه رو ما داشته باشیم میتونیم با یه فرم راحت تری بنویسیم، اگه رأسا داشته باشیم با یه فرم دیگه. این دسته‌بندی من صرفاً برای اینه که شما راحت تر ضابطه رو بنویسید، وگرنه همه ضابطه ها رو میشه با یه قیافه کلی یا فرم گسترده هم نوشت. اما بریم سراغ دسته‌بندی. فرم اول گفتیم اگر 2 ریشه را به ما بدهد و یک نقطه دیگر. ریشه منظورم اون نقطه های برخورد با محور x هاست که توی کتاب با عنوان صفرهای تابع هم مطرح شده. ببینید توی این مثال گفته ضابطه سهمی روبرو رو بنویسید. بچه‌ها توی این سهمی ما 2 تا ریشه داریم، منهای 1 و 5. خب میدونیم اگر در یک عبارتی مثلا آ ریشه اون عبارت باشه، ما حتما عامل x منهای آ را داخل اون عبارت داشتیم. دقت کنید مثلا اینجا ریشه این سهمی 5، یعنی وقتی ما داخل این سهمی عدد 5 بذاریم جواب 0 ما میده. این یعنی ما عامل x منهای 5 رو داریم. دقت کردید؟ ریشه 5 رو داریم داخل سهمی، پس حتما تو ضابطش عامل x منهای 5 رو داریم. اینجا ریشه منهای 1 رو داریم، پس حتما تو ضابطش عامل x منهای 1 یا همون x به علاوه 1 رو داریم. پس ما یه ریشه داریم، یه عامل. عامل اون عبارتیه که وقتی ریشه رو داخلش میذاری 0 میشه و پیدا کردنش هم کار سختی نیست. اگه ریشه شما آ باشه عامل سازندش میشه x منهای آ. ما با داشتن این 2 تا ریشه میتونیم 2 تا عامل سازنده این سهمی رو پیدا کنیم، x منهای 5 و x به علاوه 1. حالا سهمی از ضرب این 2 تا عامل تشکیل شده در یه عدد آ که فعلا نمیدونیم چیه. پس ضابطه سهمی ما به این قیافه است: y مساوی آ ضرب در این 2 تا عامل. حالا آ رو از کجا پیدا کنیم؟ از اون نکته‌ای که گفتیم ما یک نقطه دیگه غیر از این ریشه ها هم نیاز داریم. اینجا چه نقطه‌ای رو داریم؟ بله، نقطه 0 و 2. ارزش 2 و طولش 0. ما برای پیدا کردن آ باید اون نقطه دیگر رو جایگذاری کنیم. نقطه 0 و 2 رو جایگذاری میکنیم. داخل همین ضابطه جای xش میذاریم 0 و جای وایش میذاریم 2. میشه 2 مساویه با آ ضرب در جا x قرار 0 بذاریم دیگه، 0 منهای 5 میشه منهای 5، 0 به علاوه 1 هم که میشه مثبت 1. خب پس اینجا شد منفی 5a مساویه با 2 شد و آ پیدا شد منفی 2/5. خب وقتی آ را داشته باشی دیگه ضابطه تکمیله دیگه. ضابطه شما میشه y مساویه با جای آ میذاری منفی 2/5 x منهای 5 در x به علاوه 1. اگه از شما اون قیافه گسترده که فرم ax2 به علاوه bx به علاوه c هست رو از شما اون قیافه رو هم بخواد، شما کافیه این ضرب رو انجام بدید و این رو به صورت گسترده در بیارید. خب یه مثال دیگه، کمترین مقدار تابع روبرو رو میخواد. خب کمترین مقدار رو از ما میخواد، یعنی این رو میخواد، این وای رأس سهمی یا وای اس رو میخواد. من برای اینکه وای رأس سهمی رو پیدا کنم قبلش باید ضابطه این رو بتونم بنویسم. خب چطوری ضابطش رو بنویسم؟ ما که اینجا 2 تا ریشه رو نداریم، یه ریشه داریم.
ریشه 1 رو داریم. بچه ببینید بعضی موقع از اطلاعات داخل مسئله میتونیم اون ریشه دوم رو پیدا کنیم. اینجا ما میدونیم رأس سهمی وسط دوتا ریشه است. خب وقتی این 3 وسط دوتا ریشه باشه، از اینجا تا اینجا 2 تا فاصله داشته باشه، حتما از اینجا تا اینجا هم 2 تا فاصله داره دیگه. پس حتما ریشه دیگر ما میشه عدد 5. خودش ریشه رو به ما نداده، ولی با این ترفند ما تونستیم 2 تا ریشه رو به دست بیاریم. خب حالا که 2 تا ریشه رو داریم، گفتیم هر موقع ما ریشه 5 رو داریم پس عامل x منهای 5 رو داریم. هر موقع ریشه 1 رو داریم پس عامل x منهای 1 رو داریم. اینا در یه آی ضرب شده که باید با جایگذاری آ را پیدا کنیم. چجوری جایگذاری کنیم؟ یه نقطه دیگه اینجا به ما داده شده. این نقطه 0 و 1. این نقطه 0 و 1 را جایگذاری کن. خب اگر من جای x این 0 بذارم و جای وایش 1 بذارم، چه اتفاقی میفته؟ 1 مساویه با آ ضرب در منهای 5 ضرب در منهای 1، یعنی آی ما مساوی میشه با 1/5. خب ضابطه کامل شد، فقط جای آ باید بذاریم 1/5. حالا ضابطه رو از ما نمیخواد، یه اطلاعات اضافه تر میخواد، کمترین مقدار رو میخواد، وای اس رو میخواد. شما برای اینکه وای اس یا عرض رأس سهمی رو پیدا کنید کافیه طول رأس سهمی رو داخلش قرار بدید. هر موقع میخواید مقدار یا عرض نقطه رو پیدا کنید کافیه طول نقطه رو داخلش قرار بدید دیگه. پس من داخل ضابطه جای x میذارم عدد 3 تا بتونم عرض نقطه که اینجا کمترین مقدار هست رو پیدا کنم. خب چه اتفاقی میفته؟ 1/5 جای 3 بذاریم 3 منهای 5 میشه منهای 2، 3 منهای 1 میشه مثبت 2 و حاصل مساوی میشه با منهای 4/5. این همون مینیمم مقدار این تاب است. خب فرم 1 مشخص شد، 2 تا ریشه به ما میداد، با اون 2 تا ریشه عامل ها رو میساختیم و بعداً با جایگذاری آ را پیدا کردیم. اما فرم دوم ما اینه که مختصات رأس سهمی رو به ما بده و یک نقطه دیگر. بچه‌ها وقتی میگیم مختصات رو بده، منظورم اینه که هم طول رأس سهمی رو بده و هم عرض رأس سهمی. اصلا رأس سهمی کجاست؟ اون نقطه کمینه یا بیشینه سهمی، اون رو ما بهش میگیم رأس سهمی. اینجا این رو ما بهش میگیم اس یا در واقع رأس سهمی. ما توی این فرم باید هم طول این رأس سهمی رو داشته باشیم هم عرضش رو. قاعدتاً به طول رأس سهمی میگیم XS و به عرض رأس سهمی میگیم YS. خب اگر ما طول و عرض رأس سهمی رو داشته باشیم و یک نقطه دیگه، حالا ضابطه رو میخوایم بنویسیم، باید چیکار کنیم؟ اینجا میگیم از فرم مربعی استفاده میکنیم. توی دهم کم و بیش باش آشنا شدید. فرم مربعی این قیافه رو داره: y مساویه با آی ضرب در x منهای xs به توان 2 به علاوه ys. ما به این فرم میگیم فرم مربعی. این فرم رو اگه خواستید ضابطه رو پیدا کنید کافیه جای طول رأس سهمی یعنی xs عددش رو بذاریم، جای ys هم عدد رو بذاریم و با جایگذاری آ رو پیدا کنیم. فقط قیافه رو باید کامل حفظ باشید. x منهای طول رأس سهمی به توان 2 ضرب در آ به علاوه ys یا عرض رأس سهمی. خب توی این شکل ما طول و عرض رو داریم. طول رأس سهمی عدد 2 و عرض رأس سهمی عدد 7. اینجا جایگذاری کنیم، جای این 2 بذاریم، اینجا هم جاش 7 رو بذاریم. میشه y مساویه با آ ضرب در x منهای 2 به توان 2 به علاوه 7.
حالا برای پیدا کردن آ همون ترفند قبلیه، اون یه نقطه دیگر سهمی که بهمون داده اون یه نقطه رو جایگذاری کن. اینجا اون نقطه دیگری که بهمون داده نقطه 0 و 5 که باید جایگذاری کنیم. من 0 و 5 که جایگذاری کنم، جای طول نقطه 0 رو میذارم و جای عرض نقطه 5 رو. میشه 5 مساویه با آ ضرب در 0 منهای 2 یعنی منهای 2 به توان 2 به علاوه 7. منهای 2 به توان 2 که میشه 4، یعنی اینجا میشه 4 آی به علاوه 7 مساویه با 5 بره این سمت. 4 آ مساویه با منهای 2 و آ مساویه با منهای 2 چهارم یا منهای 1 دوم. آ که پیدا بشه ضابطه کامله دیگه. آ رو هم پیدا کردیم، حالا دیگه کامل بنویسیم وای مساویه با منهای 1 دوم x منهای 2 به توان 2 به علاوه 7. این ضابطه نهایی ما میشه. خب بریم باز سوال دیگری از این بخش حل کنیم. بچه‌ها بعضی موقع ضابطه پیدا کردنه سوال اصلی ما نیست، ولی حتما باید پیداش کنیم تا بتونیم سوالات دیگه رو پاسخ بدیم. مثل این سوال، اینجا به ما نگفته ضابطه این نمودار رو پیدا کنیم، ولی اگه من بخوام بدونم آلفا چنده قبلش حتما باید ضابطه رو پیدا کنم تا بعد بتونم در مورد آلفا هم صحبت کنم. خب آقا من ریشه ها رو دارم که از فرم 1 برم؟ نه ندارم. آقا من رأس سهمی رو دارم که از فرم دومم برم؟ عرض رأس سهمی رو دارم ولی طول رأس سهمی رو ندارم. نمیدونم این چنده، میدونم عرضش منهای 5 ولی طولش رو نمیدونم. چون یه نکته ساده ای وجود داره، این طول رأس سهمی همون خط تقارنمونه. خط تقارنمونه یعنی اگه من دو نقطه با وای یکسانی داشته باشم، مثل اینجا که این دو تا نقطه وایش یکسانه، حتما این طول رأس سهمی وسط اینا میشه دیگه. آقا این طولش 0، اون یکی نقطه طولش 6، پس حتما XS یا طول رأس سهمی وسط این 0 و 6 است، یعنی عدد 3. XS رو پس میتونیم از این تقارن داخل سهمی پیدا کنیم. خیلی این تقارنه میتونه کمکمون کنه، هم این که ما رأسا داشته باشیم و یک ریشه بتونیم ریشه دیگه رو پیدا کنیم، هم این که دو ریشه رو داشته باشیم یا دو نقطه با وای یکسان رو داشته باشیم، وسطش رو بگیم XS یا رأس سهمی. خب اینجا پس مختصات رأس پیدا شد. قرار شد بذاریم داخل کدوم ضابطه؟ وای مساویه با آ در x منهای XS به توان 2 به علاوه وای S. قرار شد داخل اینجا طول عرض رو قرار بدیم. میشه وای مساویه با آ در x منهای XS منهای 3 به توان 2 به علاوه وای S. وای S هم چنده؟ منهای 5. آ را چجوری پیدا کنم؟ با یک نقطه دیگه. فرق نمیکنه کدوم از این نقطه، 0 و 4 رو بذارم یا 6 و 4 رو. یک کدوم از اینا رو جایگذاری میکنم. مثلا 0 و 4 رو جایگذاری. بعد از جایگذاری اتفاقی که میفته، وای رو گذاشتیم 4، x رو 0، 0 منهای 3 میشه منهای 3 به توان 2 منهای 5. 9 آی منهای 5، منهای 5 هم بره اون و 9 آ مساویه با 9 و آ مساوی میشه با 1. خب اگه من این آ رو پیدا کنم، آ شد 1، این ضابطه من تکمیل میشه. این ضابطه من میشه. حالا من ضابطه رو نمیخوام، من مقدار آلفا رو میخوام. آلفا یعنی ریشه این سهمی. هر موقع محل برخورد سهمی رو با محور x رو خواستی یا صفر تابع رو خواستی یا ریشه سهمی رو خواستی، کافیه وای رو مساوی 0 قرار بدی. یعنی کافیه من توی این عبارت به جای وای بذارم 0 تا بفهمم که این سهمی کجا محور x رو قطع کرده. یعنی اینجا 1 آ شد 1 دیگه، 1 ضرب در x منهای 3 به توان 2 منهای 5 رو اینا مساوی 0 قرار بدم و این معادله رو حل کنم تا آلفا پیدا بشه. 5 بره این سمت میشه x منهای 3 به توان 2 مساوی 5
ریشه گیری که بکنم یه بار x منهای 3 مساوی مثبت رادیکال 5 میشه، یه بارم x منهای 3 مساویه با منهای رادیکال 5 میشه. عدد 3 بره این سمت، یکی از جواب ها میشه 3 به علاوه رادیکال 5، یکی از جواب ها میشه 3 به علاوه رادیکال 5 و یکی از جواب ها من میشه 3 منهای رادیکال 5. من کدوم رو میخوام؟ من ریشه بزرگه رو میخوام. ریشه بزرگه یعنی 3 به علاوه رادیکال 5 آلفای ما پیدا شد، 3 به علاوه رادیکال 5. اما فرم کلی اگر ما نه ریشه ها رو به صورت کامل دوتاش رو داشته باشیم، نه مختصات رأس رو به صورت کامل طول و عرضش رو داشته باشیم، هیچ کدوم از اینها رو به صورت کامل نداشته باشیم، میتونیم از فرم کلی استفاده کنیم. البته فرم کلی یا قانون کلی حتی برای موارد بالا که ریشه ها رو داری یا مختصات رأس رو هم داری میتونی استفاده کنی، چون یه قانون کلیه دیگه، همه جا باید جواب بده. اما تو موارد بالا به صرفه نیست که استفاده کنی، چون طول میکشه. معمولا میگیم آقا از ترفندهای مخصوص به خودش برو. اما فرم کلی میگه چی؟ میگه شما ضابطه سهمی رو میتونی به این فرم بنویسی، فرم گسترده y مساوی ax2 به علاوه bx به علاوه c. این رو بهش میگیم قیافه یا فرم گسترده سهمی. ما اگه بخوایم ضابطه رو پیدا کنیم باید A و B و C رو پیدا کنیم. این سه قلم جنس رو چجوری پیدا کنیم؟ معمولا شانسی که میاریم اینه که عرض از مبدا رو به ما میده. عرض از مبدا در واقع همون Cه. C رو معمولا به ما میدن. اینجا C چنده؟ عدد 2. بعد چی کار باید بکنیم؟ بعد باید هر اطلاعاتی که داخل سهمی هست رو داخل ضابطه جایگذاری کنیم، دستگاه دو معادل دو مجهول حل کنیم و به جواب برسیم. آقا دوتا اطلاعات من دارم. یکی از اطلاعاتم اینه که نقطه منهای 2 و 20 روی این سهمیه. خب من اینا میتونم جایگذاری کنم. اینجا به من میگه اگر من منهای 2 بهش بدم باید به من 20 بده. جای x منهای 2 بذار، منهای 2 به توان 2 میشه 4 ضرب در a میشه 4a. منهای 2 ضرب در b میشه منهای 2b. به علاوه 2 مساوی باید با چند باشه؟ وای من چنده؟ 20. پس این یه جایگذاری. یه اطلاعاتم رو گذاشتم. دیگه چه نقطه‌ای برام میمونه؟ اینجا. این دوه چیه؟ این دوه XS منه، خط تقارن منه. به چه دردم میخوره خط تقارن؟ من میدونم داخل فرم گسترده بخوام خط تقارن یا XS رو پیدا کنم، فرمولش هست منفی b تقسیم بر 2a. یعنی اینجا منفی b تقسیم بر 2a مساوی میشه با 2. آقا 2 رو از کجا آوردم؟ اینه دیگه، خط تقارنم عدد 2. اینجا این خط تقارنه یا همون XS میشه 2. پس منفی b تقسیم بر 2a میشه 2 و بعد این یکم ساده تر بنویسم b مساویه با منفی 4a میشه. کافیه جایگذاری کنم، بیام تو اون ضابط بالاییه جای b بذارم منفی 4a. ببین چه اتفاقی میفته. جای b منفی 4a بذارم، یه 4a که دارم منفی 4a ضرب در منفی 2 میشه مثبت 8a به علاوه 2 مساویه با 20. خب 8 و 4 میشه 12. 2 بره اون ور، 12a مساویه با 18. a مساوی میشه با 18 دوازدهم یا 3/2. a رو پیدا کردیم 3/2. جایگذاری کن داخل اینجا، جای a بذار 3/2. b میشه چند؟ b مساوی منفی 4 تا 3/2. 2 با 4 ساده بشه میشه منفی 6. b رو هم پیدا کردیم منفی 6. حالا ضابطه کامل ما میتونیم اینجا بنویسیمش دیگه. a b و c رو داریم. y مساویه با a 3/2 شد میشه 3/2 x2
b شد منهای 6 میشه منهای 6x، سیمون هم که 2، این میشه ضابطه این سهمی. امیدوارم که مطالبی که اینجا کار کردیم مفید بوده باشه و حتما با تمرین و تکرار مسلط بشید که هم توی امتحان نهایی و هم توی کنکور بتونید ازش استفاده کنید.